سلام، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک. واقعا خدا شاهده که حیفم اومد، یعنی هی با خودم کلنجار رفتم که بگم نگم. بعد گفتم که خب قبلا یه درخواستی از من شده بوده، من فکر میکنم که اون درخواست هنوزم برقراره. تا حالا جاده‌های جنگلی رفتین؟ آیا تو جاده‌های جنگلی، اونایی که بالای کوه هستن مخصوصا، وقتی میری بالا دنجتر و زیباتر نیست؟ مناظر زیباتر و بکرتری رو نمیبینی؟ آدم‌های کمتری اون بالا نیستن؟ همتون رفتین، همتون دیدید و همتون تایید میکنید اینطوریه. هرچی شما میری بالاتر آدم‌های کمتری هستن، مناظر زیباتره، دنجتره، اما داری میری بالا دیگه، باید بری بالا که اینا رو ببینی. دوستان عزیز من، زندگی یه جاده جنگلیه رو به بالا، یعنی شیبش اینطوریه، نگاه کن، اینطوری نیستا، تمام زندگی شیبش اینطوریه. خب شما اگر با ماشین تفکر و تجسم و احساس و جسمت گاز بدی تو این جاده میری بالا، اگه خیلی گاز بدی ماشینت اذیت میشه، خودت، روحت، جسمت اذیت میشی. ممکنه وقتی زیاد گاز دادی یه مسیر تو این سربالایی بدون گاز دادنم با سرعت قبلیت تو رو ببره بالا. اون زمانیه که خیلی کار کردی، با انرژی کار کردی، رها نکردی کارو، میری یه ذره بالا، ولی قرار نیست تو ابد بری بالا، که یه جای این انرژی قبلی که صرف کرده بودی تموم میشه. بعد تو جاده جنگلی که شیبش اینجوریه شما توقع داری بازم بری بالا؟ گاز نداده کسی میره بالا؟ برمیگردی پایین، سر جات نمیمونی، امکان نداره. ماشینت برمیگرده پایین، پایین تر از اون چی که بودی، تمام زحماتت هدر میره. آموزش دیدین دیگه. ببخشید که عصبانیم، خدا میدونه ناراحتم از اینکه شما چرا تلاش میکنی، کار میکنی، مینویسی، فکر میکنی، خوب میای بالا، بعد یهو ولش میکنی. چرا؟ با خودت لج کردی، به آرزوات میخوای پشت بکنی، برات مهم نیست. خودت مهم نیستی، دیگران، اطرافیانت، بچه‌هات، نوه‌هات، نتیجه‌هات، اونا هم مهم نیستن. چرا ول میکنی گاز دادنو؟ تا لحظه ای که زنده هستی عزیز من، تا لحظه ای که زنده هستی این گازه رو نباید ولش کنی. ما آموزش دیدیم، باید بنویسی، باید فکر کنی، باید تجسم کنی، باید به نمادهای خیر، خوشی، فراوانی، برکت توجه کنی. هر چی که بهش بیشتر توجه کنی بیشتر میاد تو زندگیت. و وای به روزی که رها کنی، به هر دلیلی رها کنی میای پایین، دوباره که کار کنی دوباره میری بالا. سخت این همه مسیری رو که گاز دادی رفتی بالا، برگردی پایین، دوباره گاز بدی بری بالا. امیدوارم که مثال جاده جنگلی رو قشنگ گرفته باشی. این صدای بالای تون بالای صدای منم به گوشت بمونه. آقای عزیز، خانم محترمی که آموزش دیدی، دوست عزیز من، شما برای من عزیزید، وگرنه اینجوری گلومو اذیت نمی کردم. ول نکنید، بنویسید، فکر کنید، تجسم کنید، مثبت بیاندیشید، آینده خوب رو تصور کنید و دائم این کار رو تکرار کنید تا خوب شود، تا عالی شود، تا بری اون بالا بالاها که آدمای کمی هستن، یه جایی برسی که هیچکی نیست. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. عیدتون مبارک، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.